سلام، علیرضا امیرسمی هستم. این قسمت دوم ویدیوهای آموزش بش اسکریپت هست. خب توی قسمت قبل یه مقدماتی درباره شل گفتیم. بش و زیشل رو یه بررسی خیلی کوتاه کردیم. الان حتما مطمئن شید که شل پیش‌فرضتون بش هست که الان بش هست. میبینید که روی ترمینال من نوشت بش. خب اولین دستور رو بنویسیم. اکو کمک میکنه که شما چیزی که جلوش می‌نویسید توی خروجی چاپ کنه. خب می‌نویسم اکو hello world. معمولا اولین چیزی که برنامه نویسا می‌نویسن، اولین کدی که برنامه نویسا تو هر برنامه می‌نویسن همینه. خب می‌بینید hello world رو توی خروجی چاپ کرد. بذارید با سینگل کوتیشن این کارو بکنم، یعنی دو طرفش ببخشید دابل کوتیشن بذارم. نباید فرق کنه. ببینید بازم همون شد. بذارید سینگل کوتیشن بذارم. ببینید بازم فرق نکرد. حالا کی باید از دابل کوتیشن استفاده کنیم؟ دابل کوتیشن به شدت توصیه میشه توی بش. توی خیلی جاها نبودش باعث خطا میشه. ولی خب الان دیدید فعلا مشکلی برای ما ایجاد نکرد. خب شروع کنیم بریم جلو. حالا یه علامت تعجب جلوی اکو هلو وردم میذارم. ببینید هیچ مشکلی ایجاد نشد. حالا بذارید دو تا علامت تعجب بذارم. ببینید خروجیمو خراب کرد. نوشت اکو هلو ورد، اکو هلو ورد، هلو ورد، اکو هلو ورد. این اومد هیستوری دستور قبلیمو نوشت. علامت تعجب کارش همینه. اگر که من سه تا علامت تعجب بذارم چی میشه؟ هلو ورد، یک دو سه، بذار 4 5 تا بذارم ببینید چه وضعیت بدجوری پیش میاد. ببینید چند بار نوشت. اصلا بذارید فقط علامت تعجب بذارم توی بش ببینید چه اتفاقی میفته. توی ترمینالم ببینید خروجی دستور قبل رو همجوری برام می‌نویسه. خب چیکار کنم اگه من بخوام 5 تا علامت تعجب چاپ کنم جلوی اکو؟ خیلی راحت. شما باید از علامت بک اسلش استفاده کنید. از این علامت حالا چه جوری عرض میکنم خدمتتون. اکو هلو ورد اسلش تعجب اسلش تعجب اسلش تعجب. اینجوری از علامت تعجب به عنوان یک کاراکتر خاص که یک کار خاصی رو انجام میده صرف نظر میکنه و چاپش میکنه. ببینید الان اینتر بزنم با 3 تا علامت تعجب چاپش کرد بدون مشکل. خب این از این. پس فهمیدیم بک اسلش این کار رو برای ما انجام میده و باعث میشه که این کاراکترهایی که وظیفه خاص رو دارن اینجوری مشکلی برامون ایجاد نکنن. خب حالا فرض کنید من میخوام بنویسم که هلو رو توی خط بنویسم، ورد رو توی خط دیگه. خب اینجوری با دستورم بنویسم اکو ای، یه لاین میذارید یه ای، در اصل یه دش میذارید یه دونه ای. اینجا باید حتما هلو ورد رو دیگه داخل دابل کوتیشن بنویسید و اگر نه دستورتون درست اجرا نمیشه. هلو بک اسلش ان ورد، یه ال جامون. ببینید هلو رو توی خط نوشت، ورد رو توی خط دیگه. بذارید دابل کوتیشن رو حذف کنم ببینید چی میشه. ببینید نوشت هلو ان ورد. ما نمیخواستیم همچین اتفاقی بیفته. درسته؟ پس یادتون باشه اینجور موقع ها حتما از چیز استفاده کنید، از دابل کوتیشن استفاده کنید. حالا اینجا بیان اینجا همین اکو ای هلو ورد رو داخل شل بنویسم، یعنی بورن شل بنویسم. ببینید چه اتفاقی میفته. الان اون ترمینال داخل بورن شل اکو ای دابل کوتیشن هلو ورد. ببینید چه اتفاقی میفته. قرار شد یه ان بذاریم وسطش. راستی یوم رو ببندیم، بذارید یه ان بذاریم وسطش ورد. خب ببینید هلو رو نوشت ولی ای رو هم چاپ کرد. ببینید ما نمیخواستیم ای چاپ شد دیگه. درسته؟ پس میبینید رفتار متفاوتی نشون میده اینجا بورن شل با عرض کنم به خدمتتون که بش. پس حواستون باشه که
اینا بعضی از دستورها داخلشون فرق میکنه. اینجوری نیست که فکر کنید همه دستورهای بورن شل با بش یکیه یا با زی شل یکیه. حتما مطمئن شید که اینا تفاوتاش رو رعایت کردید. طبیعی هم است که اینا با هم فرق کنن، چون بورن شل با بش استانداردش فرق میکنه. بش از استاندارد پازیکس استفاده میکنه. پازیکس یه سری استانداردهایی رو براش تعریف میکنه که خب طبیعتا با اون متفاوتش میکنه. میم تفاوتاش شاید زیاد به نظر نرسه، ولی گهگاهی توی اسکریپت فاجعه به بار میاره. خیلی حواستون باشه. خب اینجا میتونیم به غیر از این از چیزای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا اگر من بنویسم تی، یه دونه تب بینشون فاصله میده. ببینید هلو تب ورد. اگر وی بنویسم یه ورتیکال تب میده. ببینید هلو رو نوشت، ورد رو توی خط با یه فاصله نوشت. درسته؟ به میگم ورتیکال تب و حالتهای دیگه. خب یکی دیگه از کاربردهای دستور اکو رو ما بررسی کنیم. فرض کنید شما میخواید یه چیز رو توی یه فایل بنویسید. مثلا میخوام بنویسم اکو هلو خالی رو داخل یه فایلی بنویسه برام به اسم علیرضا دات txt. ببینید اینجا از چه علامت استفاده کردم. اینجا یه علامت رو که میذارید این رو داخل هلو رو داخل علیرضا دات txt می‌نویسه. الان من انتظار دارم یه فایل به اسم علیرضا دات txt داخل هوم من تشکیل بده و خط اولش همچین چیزی نوشته باشه. بیایم تست کنیم. خب بدون خطا اجرا شد. خب همونجوری که اینو من پاکش کنم، همونجوری که اینجا میبینید این اتفاق افتاد، نوشته هلو. درسته؟ خب حالا فرض کنیم من میخوام خط دوم این یه چیز دیگه چاپ کنم. مثلا کلمه بش رو چاپ کنم. چیکار باید بکنم؟ این دفعه به جای از دو تا از این علامت استفاده میکنم. ببینید این دیگه میره خط دوممون چاپ میکنه. بیا چک کنیم فایل علیرضا رو. ببینید خط اول نوشته هلو، خط بعدی نوشته بش. بیاد یه چیز دیگه تا خط سومش چاپ کنیم. هلو بش how are you. بریم چک کنیم. باید خط سومش نوشته شده باشه. ببینید خط سومش نوشته. درسته؟ خب حالا یه وقتی هست شما نه میخواید فایل رو پاک کنید، یه خط اولش نوشته باشه بنویسه جدید رو، پیغام جدید رو. بیاین تست کنید. هلو علیرضا، اینو تو خط اولش بنویسه. اینجوری فایل رو پاک میکنه. فایل رو پاک میکنه و دوباره به وجود میاره انگار. ببینید خط اولش نوشت. درسته؟ خب پس فهمیدیم که با دستور اکو میشه داخل اینا، داخل فایل هامون چیزای متنی رو وارد کنیم. حالا چجوری میتونیم داخل ترمینال محتویات رو بخونیم؟ با دستور کت. حتما نیاز نیست با جی ادیت بازش کنید. کت علیرضا دات txt. ببینید محتویات رو برام نوشت. یه نکته حواستون باشه برای دوستان که تازه کارترن، اگر که فایلتون توی یه مسیر دیگه است حتما با دستور cd واردش بشید. کار دستور cd اینه که وارد فولدرها میشه. مثلا من الان یه فولدر دانلود دارم، مثلا اینجا درسته، یه فولدر داکیومنت دارم، یه فولدر میوزیک دارم، بخوام واردش بشم مثلا cd میوزیک. اینجا اگر ls بگیرم باز محتویاتشو نشون میده. بخوام واردش بشم مثلا توی یه فولدر دیگه، ببینید اینجوری واردش شدم. درسته؟ دوباره cd هیچی جلوش نباشه هم بزنم خارج میشه، برمیگرده داخل. اینا برای دوستان تازه کارتر. خب حالا یه دستور دیگر هم بررسی کنیم. دستور read. read میاد یه خروجی رو
یه ورودی رو از کاربر میگیره، داخل یه متغیر ذخیره میکنه. مثلا read مثلا اسمش رو میذاریم s. این میاد ورودی که من الان وارد میکنم و میگیره، داخل s میذاره. خب مثلا اسم ورودیمو میذارم علی، اینتر رو میذارم. خب چی شد؟ داخل ذخیره شده. چطوری بازیابیش کنم؟ باید بنویسم داخل همونجا، بخوام ببینم اس چیه، اکو دلار اس. با دلار شما میتونید متغیرتون رو فراخوانی کنید، یعنی صداش بزنید، ازش استفاده کنید. الان نوشتم اکو دلار اس، انتظار دارم محتویات اس رو برام بنویسه. ببینید نوشت علی، پس داخل اس ذخیرهش کرد، با دستور ریدی از من گرفت، داخل اس ذخیرهش کرد، اینجا با دلار اکو دلار اس اون رو فراخوانی کردیم. درسته؟ خیلی خوب. چطوری من ببینم که یادتونه که نوشتم اکو ای و بقیه چیزا رو نوشتم، چطوری این سویچ های برنامه رو آشنا بشم؟ خیلی راحت. من بنویسید من اکو، اینتر بزنید، سویچ های اکو رو برای شما می‌نویسه که هر کدوم چی کار میکنه، که در اصل من پیجش هست دیگه، که راهنمای هر برنامه هست، که ما انتظار داریم دیگه هر برنامه یه من پیجی برای خودش داشته باشه و بیشتر برنامه ها دارن من پیج، و کافیه بنویسید من اسم برنامه و بقیه رو براتون بنویسه. خب حالا بیایم یه اسکریپت بنویسیم. اولین اسکریپتمون چجوری؟ خب یعنی چی اصلا اسکریپت بنویسیم؟ الان من دقت کردید نوشتم رید اکو، درسته؟ اول رید رو نوشتم، بعد نوشتم اکو. خب یه وقتی میخوام یه سری دستور رو به شکل روتین پشت سر هم، بدون که من بخوام اینا رو وارد کنم، از پیش وارد شده پشت سر هم سیستم من اجرا کنه، اینجور موقع باید یه اسکریپت بنویسم. چجوری این کار میکنم؟ خب برای اسکریپت نوشتن چی لازم دارید؟ یه ادیتور لازم دارید. ادیتور چیه؟ مثل جی ادیت. اگر از XFCE استفاده میکنید مثل مثبت، اگر از KD استفاده میکنید مثل KWrite. توی یونیتی هم همون جی ادیت، البته توی گنوم هم جی ادیته. یا از ادیتورهای کامند لاین مثل ویم، مثل نانو، مثل یا برنامه های دیگه مثل عرض کنم که حالا اینا دی کامند لاین نیستن، ادیتورهای حرفه‌ای‌تری هم مثل اتم، مثل عرض کنم به خدمتتون که ایمکس و خیلی دیگه میتونید استفاده کنید برای نوشتن. من ویم رو ترجیح میدم. خب اولین اسکریپتمون رو بریم بنویسیم. ویم، من یه فایل اینجوری ایجاد میکنم به نام تست. شما میتونید با هر اسمی، با جی ادیت یا هر ادیتور دیگه ایجاد کنید، هیچ فرقی نمیکنه. خب الان ادیتور من باز شد، یه فایل به اسم تست قراره ایجاد بشه و من چیزامو بنویسم، اسکریپتمو بنویسم. خب اسکریپتمون میخواد این کارو بکنه که یه اسم ازمون بگیره، توی خروجی بهش سلام کنه. چجوری؟ خب اول از همه خط اولتون باید اینجوری بنویسید که بهش میگن شبنگ، یه دونه علامت عرض کنم به خدمتتون شارپ بذارید، علامت تعجب، اسلش بین اسلش بش. خب این اسلش بین اسلش بش چی؟ اصلا علامت تعجب اینجا چی کار میکنه؟ خب اول یادتون باشه توی بش اسکریپت علامت شارپ میاد چی کار میکنه؟ کامنت میکنه. یعنی وقتی که هر دستوری قبلش شارپ قرار بگیره، اون دستور رو صرف نظر میکنه، اجراش نمیکنه. برای توضیح نوشتنه. مثلا من خط بعد یه دونه شارپ میذارم، هر چی دلم میخواد جلوش مینویسم، حالا بررسیش میکنیم میبینیم که صرف نظر میکنه ازش، سیستم باش کاری نداره. علامت تعجب رو وقتی که میذاریم مینویسه که این اسکریپت رو با بش اجرا کن، که توی این مسیر آدرس بین اسلش بش وجود داره. خب حالا این خطر گفتم بهش میگن شبنگ یا شبانگ. مثلا اگر بخوام این اسکریپت داخل born again shell اجرا، داخل born shell اجرا بشه، کافی sh بذارم.
اگر بخوام داخل زی شل اجراشه کافیه ZSH بذارم اینجا. خب حالا چرا نوشتیم بین بش؟ چرا یه چیز دیگه ننوشتیم؟ خب به خاطر اینکه بشمون تو اون مسیر هست. یعنی چی؟ یه دستوری هست به نام where is، کجایی، where is bash. ببینید تو کدوم مسیر کامپیوتر ماست. ببینید مسیرهایی که بش درش حضور داره رو نوشت اسلش بین اسلش بش. مثلا من میخوام ببینم VLC کجا و نصب هست. where is VLC. ببینید آدرس هایی که VLC داخلش نصب هست رو برام مینویسه. حالا پس فهمیدیم بش توی این مسیره. خب بریم سراغ خط بعد. میخوایم بنویسیم که از کاربر بخواد یه اسم رو وارد کنه. please، از اکو استفاده کردم، please enter a name. خب درست. خط بعد بیاد اسم رو بگیره داخل نیم ذخیره کنه. اسم متغیرم گذاشتم نیم، شما هر چی دوست دارید بذارید. خط بعد بهش سلام کنه، مثل اکو هلو نیم. گفتم برای فراخوانی یه دلار قبل از اسم متغیر اون باید بنویسیم. خب سیو میکنم و خارج میشم. ببخشید. خب حالا اجراش میکنم. برای اجرا کردن یه اسکریپت بش گفتم بهتون از SH نباید استفاده کنید. گهگاه جواب همونه، گهگاه جواب متفاوته. مثلا اگه بزنم SH تست نباید مشکلی باشه، باید اجراش کنه. حالا تغییراتی بهتون میدم که نشه اجراش کرد، ببینید که جواب متفاوت میگیره. خب الان زدم اجرا شد. بذارید بگم چجوری اول اجراش کنید. برای اجرا کردنش باید قابلیت اجرایی بهش بدید. CH مود به علاوه X اسم اسکریپتتون. الان قابلیت اجرایی گرفت. الان اگر من بنویسم حالا چجوری اجراش کنم؟ خیلی راحت. نقطه اسلش اسم اسکریپتتون اجرا میشه. ببینید اجرا شد. Please enter name. مثلا میگم که هادی. باید بنویسه هلو هادی وقتی اینتر رو زدم. ببینید نوشت. خب حالا الان بذارید وارد اسکریپتمون بشیم ببینیم چه اتفاقی براش افتاد. یه نکته رو میخوام بهتون بگم. ویم تست وارد شدم. ببینید تازه هایلایتش کرد. یعنی یه دفعه خارج شدم دوباره وارد شدم بعد هایلایتش کرد. ادیتورهای مثل ویم اگر که برای فایل که ایجاد میکنید پسوند ایجاد نکنید اسکریپت رو نمیشناسه مگر اینکه یه بار سیوش کنید خارج بشید و وارد بشید. چجوری مشکل رو حل کنیم عرض میکنم خدمتتون. خب بذارید من این فایل رو پاک کنم. rm test. برای اینکه مشکل رو حل کنید کافیه که یه پسوند sh براش ایجاد کنید. وقتی که فایل رو میخواید تولید کنید بنویسید vim، مثلا من با ویم دارم کار میکنم test.sh. وقتی با پسوند .sh ذخیرش کنم از همون اول با هایلایت نشونش میده و این مشکل حل میشه. ببینید الان دیگه کدامو بنویسم دیگه همچه حالتی نداره و از همون اول هایلایت بین بش. ببینید خط بعد اکو رو بنویسم. ببینید رنگ دستورا رو دیگه تغییر میده. ببینید مشکل حل میشه. خب حالا بیایم یکم اسکریپتمون رو بهتر کنیم. دفعه قبل خط اول نوشتیم اکو، بعد از کاربر خواستیم یه چیزی وارد کنه، درسته؟ حالا یه کاری کنیم که با همون دستور رید این کارو بکنیم. میشه؟ آره چرا نمیشه. بیاید اینجا بزنید من رید. خب اینجا میبینید من پیج رید رو داره نمایش میده که اینجا میتونید دربارش بخونید ببینید که چه قابلیت هایی داره، چه سویچ هایی میگیره، چه کارهایی میشه باهاش کرد. خب اینا رو که مطالعه کنید یه سری سویچ داخلش احتمالا پیدا میکنید که هرچند من نخوندمش که میتونید اینجوری بنویسید read. اگه دستور رید رو اینجوری بنویسید read p پیغام رو هم براتون می‌نویسه. read p مثلا enter name.
بعد خط بعد داخل نیم هم ذخیرهش کنه. راستی دالر نیاز نداره. نیم. خط بعد اکو هلو نیم. الان ما انتظار داریم یه خروجی مثل سری قبل ما بده دیگه، درسته؟ خب بیاد اینجا بهش قابلیت اجرایی بدیم. ch مود x تست. یه بار قابلیت اجرایی به فایل بدید کافیه ها. چه دات اچ بهش اضافه کردم. یه بار بهش قابلیت اجرایی بدید کافیه ها. ببینید حالا test دات sh. ببینید دیگه این دفعه نوشته انتر نیم، یه دونه دستور اکو کمتر نوشتیم. حالا این دفعه می‌نویسیم علیرضا. ببینید سلام کرد، نوشته علیرضا. خب پس از سویچ پی اگر برای رید استفاده کنیم پیغام رو هم چاپ میکنه، نیاز به یه دستور اکو اضافی ندارید. خب حالا یکم اینا رو بریزیم به هم، با دستور sh اجراش کنید، ببینید که نباید اسکریپتاتون این کار کنید. خب بیاید بریم سراغ اسکریپتمون. خط رو پاک کنیم، یه خط وارد کنیم، همون کاری که اول این ویدیو کردم. اکو ای hello and word. اینو باید خط دیگه بنویسه دیگه، درسته؟ hello رو توی خط، word رو توی خط دیگه. خب سیوش کنم، این ور اجراش کنم. با این حالت که درست اجراش کردیم باید خروجی درست نشون بده. او world یه ال کم گذاشتیم، بذارید بنویسمش، یه ال وارد کنم. خب حالا ببینید داره خروجی درست بهمون میده، درسته؟ حالا بذارید با sh اجراش کنم ببینید خروجی اشتباه بهمون میده که میگم این نباید اسکریپت های بش رو اینجوری اجرا کرد. ببینید نوشت ای هلو ورد، خروجی اشتباه بهمون داد. پس یادتون باشه حتما برای اجرای اسکریپت های بش بهش قابلیت اجرایی بدید، اجراش کنید. حتی با بش هم اجراش کنید، بش اسم اسکریپتتون هم بنویسید درست اجرا میشه. ببینید نوشتم بش تست دات sh، ببینید بازم درست اجرا شد. پس با sh اجراش نکنید. خب این فایل شماره 2 بود. یک کم با این دو تا دستور گرم کنید تا برگردم ادامهش رو براتون توضیح بدم. فعلا خداحافظ.